اینجا آرامگاه شاه نعمت الله ولی هست که سرسلسله صوفیان نعمت اللهی هست. قرن هشتم زندگی میکرده، تقریبا پیش از حافظ شیرازی هست و این آرامگاهش از نظر معماری خیلی خاص هست، برای اینکه از زمان تیموریان هست، صفویان هست، قاجاری هست تا امروز و خودش یک کلکسیونی از معماری ایرانی هست. بعد شما اگه نگاه کنین از اینجا که وایستین شما میتونین اون انتها رو هم ببینین. 7 در هست به منزله 7 در بهشت. 7 در بهشت اینجا هست. بله. ما کدام درش میگذاریم؟ بله ما الان تو بهشت داریم قدم ما تو بهشتی که درهای بهشت. من دوستان عزیز، امروز ما فقط در سفر در آموزشی تاریخی شهر کرمان، مردمی که اینجا آباد کردن، ساختن، زندگی کردن، همینه آموختیم که در آینده تاریخ مردم تاجیکستان ما هم خیلی سازندگی که سازیم، آباد کنیم. هر یک دیه، هر یک ناحیه، البته در اونجا شخصای دانشمند زیاد هستن. من همین دستگیری یادگار که همه خیلی جاهای بنیاد کنم و توریسم ترقی میکند، آدم ها زیاد رفت و اومد میکنن، مملکت آباد میشد. آبادی ملک از معرفت انسان است. آبادی ملک از معرفت انسان است. ناجوری او کثافت شیطان است. از بیخردان امید نیکی مطلب، تعمیر جهان کار خردمندان است. من حاضر ما از دروازه یکم میگذاریم.